على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. تبسم صدقه است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خنده معتدل دوای است از برای اندوه و شفای است از برای غم. تبسم را قوه عجیب است که روح آرامش می‌یابد. ابو دردا خداوند از او راضی باد فرمودند: هر آینه من می‌خندم زیرا خاطرم جمع می‌شود. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که تبسم می‌کرد دندان‌های مبارک نمایان می‌شد. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم خنده بی‌مورید را ملامت کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: بسیار خنده نکنید زیرا از خنده بسیار دل می‌میرد. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم تبسم را بیشتر دوست می‌داشت. از این رو بدقواقی غبارآلوده مباش و همچنان از خنده بردوام بیهوده نیز دوری بجوی. احمد امین در کتاب خود میگوید: تبسم کنندگان خوشحال کننده نفس خود نیستند، بلکه آنها بر عمل قادرتر و به کار خویش اهمیت دهنده هستند. اگر اختیار انتخاب دو چیز به من می بود، یکی دولت و ثروت پراندوه و دیگر زندگی میان حالانه فرح بخش، پس من زندگی آسوده خرسندی را انتخاب می کردم. بکی لازم زنی زیبا و بدقواق که زندگی برای مرد مثل دوزخ می گردد. از این گونه زن 1000 مراتبه زنی که حسنش کم و تبسمش خانه را بهشت می گرداند بهتر است. بعضا حالتی می شود که برای خطاگی کوچک و یا پیش آمدی ناچیز به مثل شکستنی طبق، نمک نداشتنی طعام یا بر اثر شمال بر روی حوله ریختنی برگ درختان، برخی از شخصان فلک را با داد و فریاد و بدقواقی خود به سرشان می بردارند. لیکن نفران نیز هستند که در چنین حالت به جای غضب با تبسم خود بخشش عطا می کنند. هر نفری که تبسمی زیبا و دلی بزرگ دارد همیشه غلبه می کند و تمام مشکلات دفع می گردد. پس برادران و خواهران عزیزم، از جمله این شخصان باشیم، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: تبسم تو بروی برادرت صدقه است. پس این صدقه را فراموش نکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب من